آلیست. سلام سوریس جان. چطوری؟ خیلی خوشحالم از قربون شما. استایل من اینه، امروز ورزشی زدم به خاطر تو. کاملا استادیوم اومدی. آره اومدم باهات فوتبال بازی کنم. فوریزان عزیز موفقمون. فوتبالی. من ورزشکار نیستم البته، من ورزشکاران رو فقط دوست دارم. جز اون دستم که ورزشکاران رو فقط در حد دوست داشتم برام کافیه. عزیز قربونت فدات شم. من کجا؟ تو سالن ورزشی تو هامبورگ کجا؟ مربی فوتبال کجا؟ خودم هم همین سوالو دارم. همه آخه خونه دعوت میکنم، ولی خب اگه دوست فوتبالیست داری تو سالن باید دعوت شدی. ببخشید من بار اولم میام. جدا؟ آره توی سالن فوتبال و اینها بار اولم میام. البته ما زمین چمنم رفتیم، نمیتونستیم به خاطر شرط آب و هوایی که داریم فعلا بسته بود، نتونستم برم تو فیلم بگیرم، ولی از بیرون یک کوتاه فیلم گرفتم. آره بسیار زیباست اونجا. ما البته خب توی آلمان به خاطر شرایط آب و هوایی تقریبا 5 ماه از سال و ما توی سالن باید باشیم. یعنی فلدمون که میشه چمن مصنوعی یا چمن طبیعیمون بسته است. از البته 14-15 ساله ها به بالا به خاطر که مجبورن به شرایط اقلیمی عادت بکنن که بتونن توی هگن لیگا کار بکنن بازه، ولی واسه ما که تو پایه هستیم و تا سن 11-12 سال متاسفانه فلد برامون بسته است و مجبوریم تو سالن باشیم. یه ذره کلمات آلمانی رو کم کن، بیشتر فارسی صحبت کن. مثلا میگی فلد خدایا الان یه خارجی شدن چمن زمین. آره خب چی شد که تو اصلا یهو اومدی سمت فوتبال، بعد مربی فوتبال؟ آره من فکر میکنم که بخوام بهت بگم که اولین صحنه که از زندگی فوتبالی میادمه سال 1900 و فکر میکنم که 90 بود. من 6 سالم بود و دیدم که ایتالیا قهرمان جام جهانی شد. فروز جدی اینو دارم بهت میگم. یعنی این صحنه اولین صحنه که فوتبال یادمه. کاپو بردن بالا، بعد ایتالیا اون موقع خیلی همه مدلینگ‌های زیبا بودن و اصلا تیم ملی نبود، بیشتر همه حالا چی جذبم کرده بود دیگه نمیدونم، ولی به هر حال من اون موقع احساس کردم فوتبال چه چیز جذابیه. World Cup winning captain Italy are the champions. بعد خب عاشق شدم، عاشق پرسپولیس شدم. بعد دیدم که خب این عشقه باید یه سرانجامی داشته باشه دیگه. تصمیم گرفتم که مربی فوتبال بشم. البته من توی ایران لیسانس حسابداری گرفتم، ولی رشته مورد علاقه‌ام هیچ وقت نبود و همیشه متاسفانه تو ایران هیچ وقت نمیتونستم فوتبالیست بشم. همه چی خیلی کم بود و اینا. اسم پرسپولیس آوردی ولی تاش آبی پوشیدی. استقلال ایتالیایی هم دیگه. ایتالیا بود. اول استقلالش هست. آره واقعا همیشه من به دوستام میگم من خیلی خوب تیرم دیگه. پرسپولیسی خدا رو شکر عشق واقعی رو تجربه کردم باهاش، ولی اگه استقلال نبود ما اصلا حالا با تجربه اینکه برای همشون ارزش قائلیم و هم، ولی اگه استقلال نبود واقعا خسته کننده بود لیگ. ما اصلا مثلا بریم با سپاه هم کل کنی. حالا نمیدونم چی بگم. حالا اینجوری نگو، یا میگی که طرف تراکتور کل کنی. یکیه درختان کل بعد از منچستر بعد منچستر اوله. اصلا ما به هر حال پایتختیم، باید با هم دیگه کل نکنیم. ما که اصلا آتنایی که دوستام هستش که اصلا همین واسه همین اصلا باش دوستی میکنم. استقلالیه، هر چند روزه زنگ میزنم دعوا میکنیم، پشت میدم خالی میشم.
ولی یعنی هنوز دنبال میکنی فوتبال ایرانو به شدت. آره به شدت. یعنی اصلا تمرینامو بعضی وقتا تعطیل میکنم. آره خیلی وحشتناک. میگن ارتش سرخ آسیا و ایرانه اوه اوه پرسپولیس قهرمانه. میگن ارتش سرخ آسیا و ایرانه اوه اوه. ولی خب عشق دیگه به هر حال. این که گفتی از کی، آره از همون دوران خیلی کوچیکی. بعد اومدم توی آلمان و دیدم که خب متاسفانه ما توی خارج از کشور که میام حالا یا زبانمون کافی نیستش، حالا یا ترس داریم، نمیدونم چیه که فکر میکنیم به هیچی نمیرسیم. همه من میگفتن الی میخوای بری واقعا فوتبال؟ آخه مگه میشه؟ پیریواته، تو باید خودت پول بدی، نمیدونم آلمان بر نمیداره، باید مدرک فلان داشته باشی. یعنی واقعا میخوام فروز بهت بگم همه چی و ما گنده میکنن، بهمون تحویل میدن، ما هم بدون اینکه اصلا خودمون قبول بکنیم بریم دنبالش حرف بقیه رو قبول میکنیم. من 13 سال سر این موضوع هی افتادم عقب. بعد خب دیگه واقعا طی یک معجزه باعث شد که من رسیدم به جهان فوتبال و مدرکش رو تونستم بگم و این خیلی برام مهم بود. خودت میدونی دیگه مدرک مربیگری آلمان، حالا تو هر رشته‌ای، ولی خب مربیگری به خصوص فوتبال توی آلمان حتی بیسیک کلاسش هم خودش خیلی باریکلا میتونه جذاب و واقعا آرزویی باشه. به شخصه برای خود من اینطوری باشه. حتما همینطوره. حتما خب بعدش این که اصلا کلا چه اتفاقی افتاد که چی شد که اومدی؟ خب بعد از 13 سال یه دفعه رفتی کلاسه و کلاسره رو پیدا کردی و مدرکه رو گرفتی، سرتیفیکات رو گرفتم. من یه روز همه میدونم من خیلی آدرس گم میکنم، یعنی پشت خونم باشم اشتباه برم یه کوچه رو گم میشم، میرم برلین پیاده میشم. آره خیلی اوضاع خرابه. بعد من گم شدم توی خیابون، یه خیابونی بالای خیابونمون گم شدم و دور برگردون اون کوچه بنبست بود. اومدم کوچه رو بنبست و روز 25 دسامبر بود این اتفاق. و من بعد از یه پروسه خیلی سنگین فروپاشی‌های روحی و عاطفی قرار داشتم و واقعا تو تنگنایی بودم که انتظار داشتم که خدا واقعا بیاد و برای من واقعا یه کار خیلی عظیم انجام بده و اون روز انجام داد. من گم شده بودم و ته کوچه بنبست اومدم دور بزنم، دیدم یه تابلوی خیلی بزرگ نوشته فوتبال شوله بلووایس 96 از تاریخ مثلا 1960 اختراع شده، چه بهش میگن تأسیس شده. بعد گفتم من یه دلیلی داشته که اینجا گم شدم دیگه، یه کوچه بالایی گم می‌شدم. رفتم تو، بعد خیلی خوب عظیمه، حالا اگر شد یه بار اونجا هم با هم میریم، اون باشگاه دوممه. رفتم تو، گفتم بذار برم حداقل زمین رو ببینم، من سالهاست چمن ندیدم، برم از چمن نگاه کنم بوی بکشم. بعد رفتم داخل اونجا، یه خانومی پشت اون چیز وایساد، یه خانوم چاق خیلی مثلا ورزشکار نبود، حالا هرچی بود به ظاهر. بعد آدم نباید رو ظاهر قضاوت کنه. اینه رفتم تو، گفتم که من خیلی به چمن و فوتبال و اینا علاقه دارم. گفت چی کاره؟ گفتم که در حال حاضر درس میخوام. گفت دوست داری مربی شی؟ گفتم بله. گفت دوست داری چی کاره؟ چه سطحی؟ گفتم که سطح بچه‌ها و اینا. خب من بیسیک بودم، نمیتونستم، نباید به هر حال بری طبقه دهم چون به هر حال پایین میافتی دیگه. گفتم بیسیک و اینا. بعد زنه فکر کردم خب اون پشت داشت کپی میگرفت. گفتم کارمندی، کارگری، به هر حال یه کاری هست که 24 شب این جای دیگه. بعد یعنی یه کاری ساده فکر میکردم. گفتم چه دلیل زیاد واسش توضیح بدم؟ گفتم میتونم برم تو چمن؟ گفت با هم میریم. کلیدو برداشت و گفت بیا بریم چمن رو نشون بدم. نشونم داد، گفت اسم و فامیل تو اینجا بنویس، شاید بهت زنگ زدم. گفتم که باش.
بعد اومدم بیرون و گفتم خدای قربونت برم واقعا نگاه کن آلمان. بعد مثلا با ایران مقایسش کردم، چمن چی بود، اصلا 3 تا چمن بغل هم. حالا میگم قسمت بشه با هم دیگه بریم مثلا واقعا حتما توی هوای خوب حتما میریم. آره اصلا اونجا میریم. خیلی مثلا به هر حال یه باشگاهی مثل باشگاه سپاهان فکر کن یه همچین چیزی، یه همچین به هر حال لحاظ قدمتی و پولداری و اینا. بعد خلاصه من شد روز 1 سوم 4 ژانویه این خانم به من زنگ زد گفتش که امروز میخوای بیای اینجا. گفتم بله. گفتم خب حتما میخواد کمک مربی، اصلا کمک مربی هم فکر نمی‌کردم. گفتم شاید مثلا میخواد من توپ جمع کنی باشی. آفرین مثلا شعاری بدم، لیدری بشم. شعار بدم. آره تیم روبرو رو چیز کنم. بعد خلاصه خانم بهم گفتش که بیا برو سر تمرین. گفت چند تا بچه دوست داری داشته باشی؟ فروزان به جان آرامش دارم دونه دونه‌شو راست بهت میگم. عین واقعیت. گفت چند تا؟ گفتم 15 16 تا. کاش که نمیگفتم. گفتم 5 تا چون خیلی سخته و پسر بچه حالا میبینید چقدر سخته. گفتم 15 16 تا. گفت چه مقطعی؟ گفتم 6 تا 10 سال. به خدا مینم چه تیک تیک میزد. بعد من گفت برو این 3 تا سالن بگو، برو این سالن اول این بچه‌هاتن. در سالن رو باز که گفت این بچه‌هاتن و فلان اینا. منم رفتم و 1 ساعت و نیم گذشت و رفتم پایین. یه قرارداد گذاشت جلو من. اونجا ایبان داشت که باید کنتو توش می‌نوشتیم. من فکر کنم اینا می‌خوان از من حساب کارتشو منظورشه. فکر کنم اینا می‌خوان من پول بگیرن. و گفتم چقدر در ماه باید بدم. و به دوستش گفت می‌خوام ما پول بگیر. گفتم شما چی کاره؟ گفت من رئیس مدیر عامل باشگاه همون خانومی که میگه اینطوری بود مدیر عامل باشگاه بود. بلوایس بودم. اون روز داشتم میرفتم اون شب خونمون یه نامه برام اومده بود که باید پرینت میکردم، کپی میگرفتم، جایی نبود، باز نبود. اومدم تو باشگاه، کلید انداختم، تو اومدی تو. خدا سر تایمی به داد رسید بالاخره آقا. همیشه دقیقه 96 البته. آره. ولی میرسه. 96 حالا چرا؟ تو همیشه ما دقیقه 96 به شما هم که قشنگ یه دونه دقیقه 96 برامون زده. پرسپولیس دقیقه 96 به سپاهان زده، به استقلال 96 به بالا. خیلی ما طاقتمون خیلی بالاه کلا. بعد آره خلاصه خانمه بهم گفتش که قرارداد امضا کرد و 2 هفته بعدم بهم گفت برو سر کلاس بیسیک ما بشین. تنها دختری از مجموعهمون هستی که دارم میفرستمت، پول تو دارم میدم که بفرستمت کلاس. بعد اونجا هم یه برگه بهم دادن که این خانم 6 ماه پیش شروع کرده اینجا به کار کردن، باید تجربه می داشتی که وارد این کلاسه بشی. وارد شدم و به خاطر اینکه اینجا هم یه خب دیدی که خیلی نزدیک به خونم بود، دلم می‌خواست که تو این محلم، چون من نزدیک 14 15 سال تو همین محل زندگی می‌کنم، از روز اول همینجا اومدم زندگی کردم. دوست داشتم که تو این محلم یه کاری بکنم. این باشگاه هم باشگاه به نامیه، تورنمنت میریم، به هر حال پسرای خیلی قوی و خوبی هم دارم و از اینکه اینجا هستم هم خیلی خیلی لذت بخشه و برام جزو تو آرزوام تقریبا میتونم بهت بگم زندگی میکنم دیگه یه جورایی. خدا رو شکر. میدونی از چی یاد چی افتادم؟ یاد اینکه توی اون تایمی که خب دوره ما خیلی دوره سختی بود، مثلا دختری که عاشق فوتبال بودن استادیوم ما نمیتونستیم استادیوم بریم، ولی یاد اینکه فیلمی هم راجع بهش ساختن که یه سری خودشون رو نمیدونم فیلم من جزو اونا بودم. آره من یه بار دو تا پسرمه دارم که یکیشون خدا بیامرزه مهرات، صدای منو اگه میشنوی من هیچ وقت ازت نمیگذرم. یه بار به من گفتن میخوای بیا با همون استادیوم؟ گفتم بله. اولین بار با بابام رفتم، بابام چون یه مدرکی داشت نشوندم، 13 سالم بود، اجازه دادن زیر جایگاه نشستم. دومین بار 22 سالم بود، با موی اکستنشن بلوند تا اینجا. بهشون گفتم که منو ببرید. پسرامون گفتن اگه موهاتو بزنی، فکر نمی‌کردم من انقدر. رفتم پیش عمم گفتم اما رشکبو، گفتم الان موهای منو بزن. اون نکردم. من میپرسه چرا باید موهاتو بزنم؟ گفت باشه. اینو انداخت تو سر من. تیغ زدی؟ موهامو از ته موی بلوند انقدر تو سال 86 میریخ رو زمین. رفتیم استادیوم، مهدی پسرمه خدا بیامرزم پشت سر من بود. اون آقا حالا به هر دلیلی به من شک کرد، گفت اصلا به خیلی ها گفت لباساتون رو بزنید بالا، بخاطر اینکه مثلا نارنجکی فلان. من اومدم لباس بزنم بالا دیگه، چاره ای نداشتم. گفتم به اینجا که برسه میفهمه که مثلا من نترسیدم ولم میکنه. آره. یهو مهدی از پشت سر گفتش که مگه خودت ناموس نداری؟ گفت مگه ناموس حساب میشه؟ من یکی داشت لباسمو میگه که داشت میکشیدم که ببرتم، هیچی پرتمو کردن بیرون. آره
بعد موافقم. آره ولی با موی کاملا تراشیده. بعد اون موقع من دانشجوی همین حسابداری روده هند بودم، با موی تراشیده رفتم دانشگاه، یه مدت کلاهگیس خریدم. ولی خب البته 3 بار رفتم استادیوم و پارسال به لطف یکی از دوستان عزیزم که خیلی هوامو داشت به صورت ویژه البته از طرف آقای یحیی گل محمدی برام بلیت استادیوم اومد و رفتم و فروش. ایران یا بله ایران رفتی؟ بله حالا عکساشو آره بده حتما بذار بچه‌ها ببینن. هستش. بله خیلی زیبا بود. یعنی مسابقه چه مسابقه رو رفتی؟ پرسپولیس گلگهر بود فکر می‌کنم. 2-1 بودیم. بعد همون روزم بهمون سوپر جام قهرمانی رو دادن، یعنی جام هم دستم. ما می‌دونی فروز جان پرسپولیس اینجوریه که هر بازی که می‌کنی یه جام ما می‌گیریم. استقلال شاید من استقلالی رو بگم اصلا اطلاعاتی هم همین نداری که استقلالی الهی بمیرم برات قرآن اطلاعات داشتی پرسپولیسی میشدی. ببین یه جوری حس غیرتیه.